خب دوستان، حالا خوراکی‌های ایرانی که از اینجا شروع میکنیم. اون کاکائوی شیرین عسل که به نظرم اصلا خوشمزه نبود. این ویفری که روش عکس بستنی دارم اصلا خوشمزه نبود. اون کیک بنیس اونم براونیه ولی اصلا نه مزه نه بافت براونی نداشت. این بیسکویت نظریم که کپی از اوریوه ولی خوشمزه نبود اصلا. اینم کپی از اون حالا میشه گفت چوب شورای کره‌ای که شبیه که چوب شورن ولی خب سرشون کاکائوه که شبیه قارچه دارن و کلا شبیه قارچه. این کپی خوبی بوده ولی خب خوشمزه هم بود ولی خب یه کوچولو کاکائوش زیاد بود. این دوتا ویفرای که مال شیرین عسلن که اصلا به نظرم خوشمزه نبودن. این کوکی نادری که ببخشید این کلوچه نادری که اگه کلوچه دوست داشته باشید خب خوشتون میاد با طعم نارگیله. این بیسکویت کاکائویی که کپی از نوتلا و به نظرم خیلی خوشمزه بود. و این کیک که چیز کیک البته با طعم شیر و پنیر و دارچین و کره ولی به نظرم اصلا خوشمزه نبود و ارزش خرید نداشت. زیرش هم یه لایه یه دونه بیسکویت داره و داخلش هم یه لایه کرم. این چیپاف که به نظرم این خیلی خوشمزه نبود، حالت غلات بار داره. و این بیسکویت رژیمی که با طعم وانیل بود و اگه رژیم هستید این کاملا وقتی که هوس بیسکویت دارید و میتونه هوستون رو برطرف کنه. این کشکام که دیگه مطمئنم همتون خوردید. من این طعم موسیرش رو خیلی دوست دارم و طعم برق و روتش رو یا همون بارا. و این هم بادام زمینی روکش داره با طعم پنیر ناچو که فوق‌العاده طعم پنیرش خوشمزه بود، چون خیلی از برنده هستن که نمیتونن طعم پنیر رو خوب در بیارن. اون بستنی که جدیدن اومده و خوشمزه بود ولی خب نه خیلی. این دوتا پاستیلا که روش نوشته ویتا جلی یعنی داخلشون ویتامین داره. و اون کیک که داخلش سس شاتوت داشت ولی به نظر من خیلی خوشمزه نبود چون طعم شاتوتش خیلی مصنوعی بود. این دوتا بستنی های یخی شیرین عسل که فوق‌العاده غلیظ بودن، مثلا بقیه بستنی های یخی خیلی یخی و بیمزه نبودن، فقط تنها بعدیش این بود که یکم زیادی شیرین بودن. این پاستیل ولبی که جدیدن 3 مدلش اومده فکر کنم، یکیشون کلاژن داره یکیشون ویتامین داره، اون یکی رو ولی خب یادم نمیاد. من اینو که خریدم توش زنجبیلم داشت و یکم هم مزه زنجبیل میداد چون بعد ویتامین سی به کمپلکس و چیزای دیگه داره. خب حالا این کیک شیرین عسل که کپی آلبنیه و مثل همون میشه گفت کیک های عادیه و اصلا مزه خاصی نداره و کاملا هم کیک کارخونه با بافت روغنی. و حالا این کیک شیرین عسل که میخواسته کپی کنه از آلبنی خارجی و اصلا خوشمزه نیست و کاملا همون کیک معمولیه و بافتش هم اصلا خوب نیست، خیلی پودر میشه. و این کیک شیبابا که کیک چاییه و حالا یعنی منظورش اینه که با چایی مثلا خورده میشه و بعد خورده بشه و با طعم وانیل و فندق و کاکائو. اینم که دیگه فکر کنم دیده باشید، تقریبا هم میشه گفت که یک کوچولو کپی از پاستیلای خارجی، چون که معمولا پاستیلای خارجی روشون پاستیل زیرشون مارشمالوه
و این خیلی خوشمزه است، با طعم خامه و توت فرنگیه که زیرش خامه است و روش توت فرنگی. این کیک نظری که یکی از خوشمزه ترین کیک هاییه که من خوردم. البته میتونم بگم که اون ژله‌ای که روش داره بیشتر خاصش میکنه. و این پاستیل جلیفان از شیرین عسل که همون یه پاستیل معمولیه. این کاکائوی با طعم کارامله، ولی خب اصلا مزه کارامل نمیده. این هم جز خارجی ها بود، ولی یادم رفت بهتون نشون بدم که خیلی مزه خود کاکائوی هرشیز رو نمیده. این دوتا پاستیل این شیباباس، این هم دکتر بونه که اون میکس حالا میوه های قرمزه و اینم مثل همینه میشه گفت، زیرش مارشمالوه و با طعم انگوره و خب شکلش هم که شکل انگوره. خب حالا دوباره خوراکی ایرانی که این دوتا به نظرم واقعا ارزش امتحان کردن دارن. این هم البته جز خارجی ها بود، ولی یادم رفت براتون بیارم. تقریبا مزه هم حاجی بادام خودمون رو میده. این بیسکویت هم که کپی از لوتوسه، ولی واقعا خوشمزه است و ارزش امتحان کردم واقعا داره. من همیشه ازش میخرم. این پفکم واقعا مزهش خوشمزه بود و کچاپ، مزه کچاپ خیلی خوبی داشت و من خیلی اینو دوست داشتم. این چیپس لیمو و فلفله که کپی از تاکیز، ولی خیلی نمیشه گفت خوب بود، ولی خب دیگه چون تاکیز تو ایران خیلی نیست، البته هست ولی گرونه، میشه مثلا اگه هوس کردید اینو. و این دوتا کاکائوی شیرین عسل که این توش اسمارتیز داره، اون کارامل، ولی به نظر خیلی خوشمزه نبودن. اینم یه ویفر بود که من خیلی دوستش نداشتم و اصلا دیگه نمیخرمش دوباره. اینم یه حالت اسنک داره. این با طعم سیر و فلفل بود که من کلا این مارکو فانافته رو دوست نداشتم طعماشو. 3 تا طعمشو من امتحان کردم، پنیر، باربیکیو و سیر و فلفلش، که حالا باز سیر و فلفل و باربیکیوش یه ذره بهتر بود، ولی نه خیلی. بازم این سیر و فلفلش باز یه ذره بهتر بود. کشکان با طعم پنیر که من اصلا دوستش نداشتم. این هم همون هایبای خودمونه، مارک شونیزه ولی تلخه، روش نوشته تلخ ولی اصلا تلخ نیست، خیلی شیرینه. این هم از این آدام ساس خارجی جدیدن خیلی ترند شدن، شکل بطری نوشابه است و با طعم نوشابه هم هست. این با طعم اسپرایت. 2 تا طعم دیگه هم داره که طعم کوکاکولا و طعم حالا همون نوشابه پرتقالی. مارشمالو بار شیبا که واقعا خوشمزه است. 4 تا رنگ مارشمالوه که دورش کاکائوه. این غلات باره که من خیلی خوشم نیومد ازش. این کیک تیرامیسوه که خیلی مزه تیرامیسو نداشت. اینم همون ساق طلایی خودمونه که فقط مینیشه و داخلش کرم داره و اینم مثل همین کشکامه، ولی خب لوله‌ایه و خیلی نازک‌تر از کشکام و واسه کسی که میخوان چیزای سالم بخورن. و اینم یه شکلاتیه که مال مشهده، یه شکلاته که داخلش پشمکه و خیلی خوشمزه است و حتما امتحانش کنید دوستان. اینا هم لواشکای ترشه. این 3 تا که این اصلا هیچ ربطی به ردبول و انرژیزا نداره. این هم با طعم پرتقال بود، این با طعم لیمو و اینم انار که کپی از کوکاکولا، اسپرایت و فانتا بود. این تا هم ترش ایکسن که ترش ایکس کلن هم نوشیدنی داره، هم از این دراژه های ترش که این مکزیکوه یکم تنده. اینم با طعم مسکوه.